آموزش انگلیسی در 90 روز درس سوم. در این درس طبق معمول شما را با لغت‌های جدید و درس‌های جدید آشنا خواهیم کرد. لطفاً خوب توجه کنین و هر جا دوست داشتین تکرار کنین. لطفاً. Please. فکر می کنم. I think. میدونم. I know. بهتر. Better. بهتر از. Better than. بهتر از من. Better than me. بهتر از تو. یا بهتر از شما. Better than you. کمی چای. Some tea. آیا میتونی انگلیسی صحبت کنی؟ Can you speak English? ما اهل ایران هستیم. We're from Iran. به این قسمت خوب توجه کنین و با خودتون تکرار کنین. چای. Tea. یه چای. A tea. یه قهوه. A coffee. سلام. حالت چطوره؟ Hello, how are you? خوب. مرسی. Fine, thanks. خوبم. متشکرم. I'm fine, thank you. و به انگلیسی جواب تشکر کردن و این گونه میدیم. خواهش میکنم. You're welcome. به این قسمت مکالمه ها خوب توجه کنین و جمله ها رو با خودتون تکرار کنین. آیا انگلیسی صحبت می کنید؟ Do you speak English? نه، انگلیسی صحبت نمی کنم. No, I don't speak English. بله، انگلیسی صحبت می کنم. Yes, I speak English. فارسی هم میتونم صحبت کنم. I can speak Persian too. این قسمت رو تکرار کنین. یه چای میخوای؟ Do you want a tea? نه، متشکرم. No, thank you. No, thank you. I'm fine. قهوه میخوام. I want coffee. کمی، مقداری یا یکم. Some. چای. Tea. کمی چای. Some tea. به این قسمت رو خوب توجه کنین. من کمی چای میخوام. I want some tea. کمی قهوه. Some coffee. آیا کمی قهوه میخوای؟ Do you want some coffee? نه، من کمی چای میخوام. No, I want some tea. متشکرم. تشکر به صورت کمی رسمی. Thanks. و جواب تشکر خواهش میکنم. You're welcome. این قسمت ها رو انگلیسیشو خوب با خودتون تمرین کنین. من میتونم انگلیسی صحبت کنم. I can speak English. شما هستید یا تو هستی. You are. آیا شما هستید؟ Are you? شما میتونید. تو میتونی. You can. آیا شما میتونید؟ Can you? تو میتونی انگلیسی صحبت کنی؟ You can speak English. آیا تو میتونی انگلیسی صحبت کنی؟ Can you speak English? آیا شما میتونید صحبت کنید؟ Can you speak? آیا شما میتونید انگلیسی صحبت کنید؟ Can you speak English? بله،
میتونم انگلیسی صحبت کنم. Yes, I can speak English. میتونم. I can. آیا میتونم؟ Can I? آیا میتونم فارسی صحبت کنم؟ Can I speak Persian? بله، میتونید فارسی صحبت کنید. Yes, you can speak Persian. و جواب کوتاهش میشه بله میتونم. Yes, you can. آیا میتونم انگلیسی صحبت کنم؟ Can I speak English? آیا شما میتونید فارسی هم صحبت کنید؟ Can you speak Persian too? بله، میتونم. Yes, I can. من اهل ایران نیستم. I'm not from Iran. من اهل کانادام. I'm from Canada. من انگلیسی صحبت می کنم. I speak English. ما اهل ایران هستیم. We are from Iran. ما هستیم. We are. ما We اهل ایرانیم. We are from Iran. من میتونم. I can. ما میتونیم. We can. ما میخوایم. We want. به تلفظ این قسمت خوب توجه کنید. به صورت فشرده و غیر فشرده. شما هستید. به صورت غیر فشرده. You are. شما هستید. به صورت فشرده. You're. ما هستیم. به صورت فشرده. We're. ما اهل ایرانیم. We're from Iran. ما فارسی صحبت می کنیم. We speak Persian. ما انگلیسی هم صحبت می کنیم. We speak English too. ما انگلیسی هم میتونیم صحبت کنیم. We can speak English too. آیا شما اهل کانادا هستید؟ Are you from Canada? بله، ما اهل کاناداییم. Yes, we're from Canada. شما نیستید. You're not. ما نیستیم. We're not. ما اهل کانادا نیستیم. We're not from Canada. به این قسمت ها خوب توجه کنین و اونو با خودتون یا دوستتون تمرین کنین. ما چای نمیخوایم. We don't want tea. آیا کمی چای میخوای؟ Do you want some tea? نه، مرسی. No thanks. آره، لطفاً. Yes, please. لطفاً. Please. بله، لطفاً. Yes, please. آیا کمی قهوه میخوای؟ Do you want some coffee? بله، لطفاً. Yes, please. نه، مرسی. No thanks. من میتونم. I can. شما میتونید. You can. بهتر. Better. بهتر از. Better than. من انگلیسی صحبت میکنم. I speak English. بهتر از تو یا بهتر از شما. Better than you. من انگلیسی رو بهتر از تو صحبت میکنم. I speak English better than you. من انگلیسی رو بهتر از تو میتونم صحبت کنم. I can speak English better than you. بهتر از من.
better than me. تو بهتر از من صحبت می کنی. You speak better than me. من انگلیسی صحبت نمی کنم. I don't speak English. تو انگلیسی صحبت نمی کنی. You don't speak English. تو بهتر از من صحبت نمی کنی. You don't speak English better than me. من بهتر از تو ام. I'm better than you. تو بهتر از منی. You're better than me. ما بهتر از شماییم. We're better than you. سلام، حالت چطوره؟ Hello, how are you? خوب، متشکرم. Fine, thank you. من صحبت می کنم. I speak. من فکر می کنم. I think. شما اهل کانادا هستید. You're from Canada. من فکر می کنم شما اهل کانادا هستید. I think you're from Canada. ما فکر می کنیم. We think. شما فکر می کنید. You think. شما فکر می کنید ما اهل ایران هستیم. You think we're from Iran. فکر می کنم یه چایی می خوام. I think I want a tea. من صحبت نمی کنم. I don't speak. من فکر نمی کنم. I don't think. حالا که این جمله ها رو شنیدین فکر می کنم برای یک مکالمه آماده تر شده باشین. این جمله ها رو خوب دقت کنین و با یک دوستتون تمرین کنین. لطفاً به تلفظهاش خوب دقت کنین. علی، مقداری قهوه می خوای؟ Ali, do you want some coffee? نه، مرسی، متشکرم. No thanks, I'm fine. علی، تو میتونی انگلیسی صحبت کنی؟ Ali, can you speak English? بله، من میتونم انگلیسی صحبت کنم. من میتونم فارسی هم صحبت کنم. Yes, I can speak English. I speak Persian too. علی، من فکر نمی کنم تو فارسی صحبت کنی. Ali, I don't think you speak Persian. من میتونم فارسی صحبت کنم. من اهل ایرانم. من فارسی بهتر از انگلیسی صحبت می کنم. I can speak Persian. I'm from Iran. I speak Persian better than English. علی، من فکر می کنم انگلیسی بهتر از تو صحبت می کنم و تو فارسی بهتر از من صحبت می کنی. Ali, I think I speak English better than you, and you speak Persian better than me. من فکر نمی کنم تو انگلیسی بهتر از من صحبت کنی. I don't think you speak English better than me. آیا تو فکر می کنی انگلیسی بهتر از من صحبت می کنی؟ Do you think you speak English better than me? بله، من فکر می کنم بهتر از تو صحبت می کنم. من فکر نمی کنم تو بهتر از من صحبت کنی. Yes, I think I speak better than you. I don't think you speak better than me. به این قسمت هم خوب توجه کنین و این قسمت رو با خودتون در ذهنتون مرور کنین و تکرار کنین. شما انگلیسی صحبت می کنید. You speak English. من فکر نمی کنم شما انگلیسی صحبت کنید. I don't think you speak English. ما فکر نمی کنیم شما اهل کانادا باشید. We don't think you're from Canada. ما فکر می کنیم شما اهل ایران باشید. We think you're from Iran. آیا کمی چای می خوای؟ Do you want some tea?
آیا شما فکر می کنید من اهل کانادام؟ Do you think I'm from Canada? بله، من فکر می کنم شما اهل کانادایید. Yes, I think you're from Canada. نه، من اهل کانادا نیستم. No, I'm not from Canada. فعل نو به معنی دانستن و شناختن است. در زبان انگلیسی کلمات زیادی هستند که چندها معنا دارند. به مثالهای زیر خوب دقت کنین و اونا را به ذهنتون بسپارین. میدونم یا میشناسم. I know. فکر میکنم تو بهتر از من صحبت میکنی. I think you speak better than me. من میدونم تو بهتر از من صحبت میکنی. I know you speak better than me. ما میدونیم شما اهل ایرانید. We know you're from Iran. آیا شما فکر میکنید ما اهل کاناداییم؟ Do you think we're from Canada? فکر میکنم بدونم. I think I know. فکر میکنم شما منو میشناسید. I think you know me. من شما رو نمیشناسم. I don't know you. آیا من شما را میشناسم؟ Do I know you? آیا شما منو میشناسید؟ Do you know me? فکر نمی کنم شما را بشناسم. I don't think I know you. آیا فکر می کنی من تو رو بشناسم؟ Do you think I know you? چرا؟ یا آره فکر می کنم منو میشناسی. Yes, I think you know me. من فکر می کنم تو میتونی انگلیسی صحبت کنی. I think you can speak English. آیا میتونید فارسی صحبت کنید؟ Can you speak Persian? جواب مثبت کوتاه یعنی آره میتونم. Yes, I can. نه، من فارسی صحبت نمی کنم. No, I don't speak Persian. من میدونم شما فارسی صحبت می کنید. I know you speak Persian. من اهل ایران هستم و شما چطور؟ I'm from Iran, and you? ما هم اهل ایرانیم. We're from Iran too. نه، ما اهل ایران نیستیم. No, we're not from Iran. بهتر از. Better than. من فارسی صحبت می کنم. I speak Persian. بهتر از انگلیسی. Better than English. من فارسی بهتر از انگلیسی صحبت می کنم. I speak Persian better than English. ما انگلیسی بهتر از فارسی صحبت می کنیم. We speak English better than Persian. آیا فکر می کنی بهتر از من صحبت می کنی؟ Do you think you speak better than me? من میدونم بهتر از تو صحبت می کنم. I know I speak better than you. آیا کمی قهوه می خوای؟ Do you want some coffee? بله لطفاً. Yes, please. نه مرسی. No thanks. متشکرم. Thank you. و مثل همیشه جواب تشکر خواهش می کنم. You're welcome. رسیدیم به پایان درس سوم. تا درس بعدی خدا نگهدار.